تو با این شغل و جایگاهی که داری نمیتونستی منو از اینجا بیاری بیرون؟ به خدا همه فکر و ذکرم توی راضیه. اصلا این فیلمو ساختم تماشا کنم ببینم اینو چجوری به چه کنم میافتم. اگه بلایی سرم بیارم نگران نباش. این ماجرا تازه شروع شده. بازی بدی رو شروع کرده. فکر کرده ناموس مردم وسیله بازیه؟ تو تنها امیدمی حامد. حتی اگه 1000 سالم بگذره بازم من عاشقت میمونم. مطمئنی واسه دفاع از ناموس رفته بودی چه؟ آدم یه روز سند آوردن دستمند زنن خواستم منو ببرن شما مثل همه باش بگو بچه من نیست بیرام نمیگیری مگه من بچه تو خفه شو. فعلا برای چیزی که میخوام نشونت بدم توضیح ندارم. گفتم برای اولین بار همینجا ببینیش. خدا هر کیو یه جوری امتحان میکنه. این راضیه که میکنی دختر هرزه است. حامد زندگی من از الان به بعد میشه نیما، فقط نیما دیوونه است. یهو بلایی سرش نیاره. دختر بازیشو بلده. تمامش کن. جت آماده کن. ممکنه با همین اشتباه وزارت رو بدی بره. نیما میخواد بخشی از سهام جدید بانک رو به نامت بزنه. چرا؟ سهمیت از کاری که کردی. اگه حرمت رضا و حامدم نبود زنده یه جای چالت میکنم که هیچکی نفهمه کدوم بوری هست. فکر کردی از معاملات خارج از کشورت خبر ندارم؟ شماها شرف دارین. تو چه کار میکنی بچه؟ شما بازی واسه تماشا کن. این قصه اینجوری تموم نمیشه. آقازاده طراح، نویسنده و تهیه کننده حامد انقا، کارگردان بهرنگ توفیقی. آقازاده پخش از فیلیمو.